in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being در تاریخ بشرم که بخوانید دشمنان ما به این نتیجه رسیده بودن که اگر ما بگذاریم مسلمان ها متحد شوند نمیتوانیم کاری بکنیم، باید به هر قسمی که میشه اینا رو تکه تکه کنیم، توته توته کنیم. و این از امروز نیست. شما در ابتدای سوره قصص بخوانید، این آیات قرآن است. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناهم و یستحیی نساءهم. همانا فرعون مردم را گروه گروه تقسیم میکرد، تقسیم بندی میکرد. ای شیعه است، او از سنی است، او ازبک است، او هزاره است، ای فلان است، او فلان است. چرا این کار را میکرد؟ قرآن میگه علت و حکمت ازی که این کار را میکرد چی بود؟ به خاطری که ضعیف بشن. چون اگر همه در یک صف واحد قرار بگیرن خب نمیشه، ممکن نیست در برابر این آدم ایستاد بشه. خب وقتی که ضعیف میشدن چه کار میکرد؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. بچه‌هایشان پیش رویشان ذبح میکرد. مردم هم هیچ کار کردن نمیتونست. والله که امروز در نمی قرن معاصر ما و شما نمی آیت فکر میکنی همین لحظه نازل شد، میبینیم عملا در دنیای امروز. مگر به پیش چشم ما 60,000 انسان در غزه قربان نشد؟ کشورهای اسلامی قدرت رساندن آب نداشتن. چرا نداشتن؟ چون ما یکی نیستیم. در شعار میدیم ولی در عمل متحد نیستیم، دروغ میگیم، فریب میدیم خود. شما یک دفعه کشورهای اطراف غزه رو ببینید، سکنید کدام کشور است؟ کشور اسلامی است. چرا نمیتوانستیم برای مردم غزه کمک بکنیم؟ شهر مکمل و ایران میشه، بالاتر از 1 میلیون انسان مجروح و مهاجر میشه، 60-70 هزار پیر و جوان به خاک و خون کشیده میشه، 2 میلیارد مسلمان نشسته میتونه نگاه میکنه. و بعد همه میگم ما مسلمان ها برادر هم دیگریم. کجاستی برادری؟ دروغ میگی. چرا؟ چون قرآن میگه که هزاران سال قبل فرعون این طرح داشت، به امروز هم دشمن همون خط فرعونی را پیش میره، ولی ما تو خط محمدی را پیش نمیبریم صلی الله علیه وسلم. شما بیز یک نگاهی به کشورهای اسلامی بیندازید، سکون چی جور کردن برای ما؟ تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان. او طرف برو مثلا کشورهای عربی را ببین، سکون کویت را ببین، بحرین را ببین، امارات را ببین. عزیزایی که در اینجا سفر کرده برید سکون یک دفعه یک کشوری به حجمی به اندازه 150 یا 150 کیلومتر یا 120 درصد